سلام بچه ها، خوش اومدی با پارت دوم همون بازی برگشت. این چالش دوباره دستم خورد ترکیب شد رو دوباره همون باربی باید بگیریم، وگرنه باربی بگیریم 5 تا. این دفعه 5 تا بود که 10 تا رو ما 11 تا رو گرفتیم. این 10 تا رو گرفتیم، ببخشید. این دفعه باید 7 تا بگیریم. بریم اولیش. ماشاءالله همون اولی کاری میده. 4 2 3 1 خوبه. همین خوب برداشتیم. خب آقا اینو برمیداریم. اگه پارت قبلی رو ندیدین حتما برید پارت قبلی هم ببینید. کریستیانو رونالدو ولی نه پایین ترین ریت. هویلند کسی ازش هم نمیاد. این دستش برای چلا اینجوریه. من که نمیدونم ولی وقروت نمیدونم این کیه. برمیداریم و مالکوم 95 برش میداریم. پایین رنگ 83 بده دیگه بابا اون باربی رو. صفاتی بابا باربی رو رد کن بیاد. ای تافتوش در اوبردوف بری ماشالله. خانومه برمیداریم هر کی هست. رزرو ای وای ببخش. اینو میذارم بیرون حتما تو تکمم نمیام. یادم نبود بعد کم تنش. خوب 90 حاجی دبروین سلطان داده بود ولی نمیتونستیم. 85 دکران رایس و خوشگله. اینا کی ویلیامز باپم داده بود. هالند هلم باربی بعدی رو بده دیگه بابا. لامستب 68 برمیداریم. 95 خوبه. اینو میذاریم اینجا. اینو باید بذاریم اینجا دیگه. نداد 87 دیبالا الکسیا برمیداریم. فور شورت میگم فور شورت ها. اصلا فور شورت داد. اگه تا اینجای ویدیو حتما دیدین کانال رو ساب کنین ولی لایک و کامنت فراموش نشه. خب 90 اینجا. بعد یه بار بی بابا 2 3 4 5 6 تا بار بی تا الان. یکی دیگه هم باید بده. نه 7 تا ببخشید دروازه‌بان حساب نکردم دیگه. با همین هم میریم بازی میکنیم. 1 دروازه‌بان 2 3 4 5 6 7 درسته. اگه لایک های این ویدیو به 10 تا برسه پارت بعدی با 9 تا باربی میایم. خیلی سخت میشه. باید بذاریم بیرون. حواسم نبود اصلا. وای خدایا. رو دیگه رو 98 ولی کانجی کلی بالی برمیداریم. خوبه باربی بعدی. اینا رو بیاریم. 88 رو بیاریم. جانشیر وروفسکی. یه دونه 90 آقای اسیر گفته بودیم میذاریم بیرون. 6 بیا اینجا. این جوش کروته عزیزم دیکرون جون. خب درست ای توفت بزنیم. 90 90 پایین 96
95 میشه ریتینگم خوبه. خب فرض کنیم آقای افیل لول کن دیگه. شاید هم بیشتر بشه. بیشتر میشه آیا؟ بیشتر میشه؟ بگو که میشه. لواشه میشه. نه دیگه نمیشه دیگه. زیاد داریم. خب همین خوبه. این 90. خب 90. خب بریم بازی قبلی که 4-3 ترکون نماشن جیر دادیم تیم حریفو. این بازی ببینیم چی میشه. میریم بازی 5-3 ببخشید. حافظه یاری نمیدهد. باز این همون ترکیب قبلیشه. اگه میخواید دوباره میگم. هرناندز 97، پاتوی 97، دیبالای 96، لیاو 95، مکینی با پیلو 94، ساکای 95، برمر 92 با شزنی 94، باستونی 89، بن وایت 87. شروع بشه بازی. به اسلام خداوند جان و مهربان و خداوند نخورد. شزنی لامصب بیدم دنه گرفت. میزنیم رو اتاک. یه گل خوردیم. 5-4 فعلا. زن سرس نگیرید که تا الان بردیم. لیا باز دوباره کارت زد گم شو سال بلشت با تو کس روانی تو با یک کارت ماشالله 6 یه پکم داد. اونو تو ویدیو کل پکامونو میزنیم با پکای مثبت 96 که میخوام بگیرم. تک این نفینو ندادیم اونش وقت 191. خب ایزیه. ایزی بزنیمت. ایزیه 96 وسط. شما بگید حتما کدوم انتخاب کردید. اگه درست به شانستون بگید حتما تو کامنت ها. شیر دادیم 9-4. دو رقمیش نکنیم. دو رقمیش نشه. یه دونه ورق فورس بزن. یه دو رقمیمون نشه. چرا که نشه. میشه عزیزم. میشه. ای توف نشد. خیلی از 30 دقیقه وقت دارید. 35 دقیقه. حمله بیارم. شاید زدیم. خب دیگه برو دیگه ادامه بازی. تک بزن بابا. دو رقمی کن لامصبا. یک بابا شد میدیدم دهنت. دو رقمیمون نشد دایی. دو رقمیمون شد دایی. دو رقمی فاتیچ قوقای 3 گل. تا ویدیو بعدی خدافظ. اگه این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کامنت فراموش نشه. خدافظ.